اشتنی جمع گل جان. شکر شما خوب سلامتین کاکا جان بخیره. شکر الحمدلله. الهی شکر. شما گلک جان اشتنی. شکر فضل ما. یاره. زنده باشی. شکر زنده باشی. اشتنی شد دعا باش بخیره. سلامتین. سلامت باشین. سلام بابا جان خوبی؟ سلام علیکم من نباشم. زنده باشین. خوبیم بخیریم ساعت شما خوبه سلامتین. زنده باشین. کجکی خوبه؟ الهی شکر سلامت باشین زنده باشین. اشتنی شما گلک. زنده باشین سلامت باشین. زنده باشین. شما خوبی؟ خانواده خوبه؟ شکر دم کنی با. سلامت باشین. مادر من به شما سلام میگفتم اله. علیکم سلام. شما خوبی؟ زنده باشین. خیلی خوش آمدید. سلامت باشین دیگه ما همیته بیامدیم یک خبری از شما بگیریم باز در ضمن همین خبر باز همی یک لک پولی دیگه واقعیت بیارم که بودم باز بیار ما به شما 1 لک پول رای که گفتم اینا رو بخون خرج کنیم با بخیر. با بخیر برار من بدم پول از ایران رای که دیگه میاری. خب بعضا نمیکردیم از ما شما گپا چیه؟ سلامت باشین زنده باشین. همین 1 لک پول دیگه 500 و هزاری پیار ما واقعیت که نتونستم که بیام چون بده رفته بودم به ختم قرآن خبر بودم دیگه باز من امیر بیاردم گفتم باش که شما خبری بگیرم یک دفعه خودم خیلی بینی بیلک بیاین دیگه داره بام خونه اگه کار داره نه لگا پینیه. زنده باشین سلامت باشین. خوب بچلونم سر نی از ما شما گپانیه. تشکر خیر ببینید. هست شکر فضل خدا الحمدلله سر شما. بیشتریم شما خاله جان. شکر خدا زنده باشین. شما خوبی؟ سلامت باشین. کجای کجکی خاله جان؟ همین جیگایم. دیار خوشحال هستید؟ باش شکر زنده باشی. چرا خوردن که سرد نشه؟ بفرمایید. البته نمزاد من کجکی نیه هستم همین جیگایم. همون پیشتر برفتم خونه خورفتم. خوبه گفت چه بریزم؟ برده آقا پیالا رو برده. بیشتریم کاکا جان شما خودی کارا خور. خوبه همین که داره میخوره همین که نداره سی میکنه. خوبه دیگه خوب گرفتیه. بله سلام علیکم. بله بیام آدم بام خونه خسر خو همین جگه همین پولا بیاردم همین 1 لک پول است. همین جگه بیام آدم سلام هم میگم همین جگه 6 تایم چای میخوریم. زنده باشین سلامت باشین. خداحافظ شما خداحافظ. پیار میبینم به شما سلام میگم. و علیکم سلام. قرار بخور بیلا خلطیب نه. خب کاکا جان برای ما کار خدمت باشه دیگه همیشه. اینجا مگل کجا ما این بریم؟ بریم دیگه دیر میشه بابا میشه بی. هنگی لک جان؟ بله. کجا میریم؟ ما میریم دیگه به سراخ میریم. نمیشه دیگه میگن شو بس کن کجا؟ نه دیگه تا سرا ما یله. وقتی بیام زنده باشین پیار ما شادیم شو از دین نیایم من. گفتم من میرم به ختم قرآن میرم به خونه خاله میرم. گفتم من 1 لک پول ببریم بده من به فرزاد به جامگل گفتم ببر به خسور خوب بده. همین 1 لک ریپی خدا واسه اینا رو به هر چی قبول کنیم. خیر بین. خداحافظ. حالا نمیشه شو. نه دیگه خیر بینیم. تو وقتای خدا خوبی نکردین دیگه. جا خود من دیگه گپینیه برادر انگور ما خود که گیت شده. باز میایم از این به بعد دمیق زر رفت آمد. خداحافظ. ببخشید خداحافظ. خوش اومدید. زنده باشین. عباس جان خداحافظ کاکا. خداحافظ عباس جان خداحافظ. زنده باشین زن کاکا جان. میره دیگه خاطر که چیزا بفرمایید. یا سرامی هم میشه مرغ شغال چیزی قربان دادم خونه مرغ. حساب کردیم شما چه نه گپ میایم خاله جان باز بخیر باشی با وقتا خدا بسیار خوش آمدید شما خوش بسیار. باشین سلامت باشین خداحافظ شما. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوبی بکن خیریت. یاره. خیریت بود چی قال مقال بود؟ هیچی انگلک و براری هم دیدم. با جلم بود در کار کردم میشه هم نستادم 1 لک پولم خود خوردشم بیاوردیدم. باجه بودم؟ آه. خب منم بیدار میکردم دیگه حداقل که میدیدم باجه خود. دیگه خدای دل نشون دیدم خیلی دیگه من گفتم اینا عجله داشتم نمیستادم هر کار کردم میشه هم نستادم برفتم دیگه. خوب کار کردی گفتم خوب کار کردی. آره کوکا اگه پول میلی بکرده بخور دارد مینا. نه خیر بینیم کوکا جان شکر است الحمدلله. خب نه شوخی ندارم دیگه بدون شوخی. میفهم کوکا جان دیگه مسئله شوخی نیست. شما فقط یک لطفی بکنید که این پولا رو حداقل چی کنیم؟ به یک جایی بگذارین که حداقل بیجا مصرف نکنیم. بفهمیدین؟ بفهمید. حداقل همین جزواره بشه با اون سیاست که باز پول خرج کنیم باز بعدم بیفایده میشه دیگه.
فهمیدی؟ خوبه. آه عباسیون این پلو بده دست مدخ که تو این بکس بذاره خوب؟ قایم کنه بگم قایم که تو این بکس بگذاره. یار کاکا جان این باجی مینا خیلی مردم خوبیه. خدای خیلی خوب مردمی هم. واقعا تا مردم فکسی هستن سه کنه که از این فوتی دست از اینا چند روز تیر نمیشه، یک هفته بیشتر نمیشه در روزی. شما سه کنه که نمیاله هم در روز بیشتر تیر نشه بریشتن پول بریشتن بیا آوردن. انو گفتم برو معذران پول ری نکده ری کنه ما انو بیشتر ری میاریم. واقعا مردم فکسی هم خدایی مردم فکسی هم باجی مینا واقعا خدایی خوشتوچی می آدم خوشبخت شد واقعا خوشبخت. واقعا خوبه. نه بیخال مقال باشه که ما بقدر بخیر سالان دوازدهم شو شما مده بچه غیر اقل و بریف داری. آخه ما اگر علف در میکنم بیان گوش نمیچی نقدستیم تاش پس خونه چون باشه که شرمنده‌ای بود بخوردیم دیگه. ما چی میفهمیدی که تو میایی؟ من دل ندارم من نمیفهمم که من گوش نمیشم. پس من چیز زنمه میاد به می خونه بخورم تو خونه هم نمونده. نه تخم مرغ به کجا میده به خونه؟ چی قلقلو داری سر تو بخورم بخیر. دست رو نمیشنوی دست رو نمیشن که تک تکه بیا برو دست رو بکو سال بام 12 گناه مانه که با علف دلهی میره ما برو یک مرگ خواه کرده کنه و خمست رو بخو برو دست رو بکو سکو کینه. یا الله بفرمایید. یا الله بفرمایید. سلام علیکم. کاکا جان خوبه؟ شکر اشتنه که جنجال ساعت شما خوبه؟ نره خیلیه سلامت باشی. زنده باشی. زنده باشی. اشتنه شما خاله جان ساعت شما خوبه؟ شکر شما خوبین خوش آمدید. زنده باشین سلامت باشین. خداوند خوب بودن شما. فضل خدا شکر سلام با شما میگفتن خیلی. علیکم سلام خیلی خوش آمدید. زنده باشین سلامت باشین. کاکا جان بله پیار من سلام میگفتم بله مادر اینا سلام میگفتم من گفتم که و علیکم سلام. انا شما خود باجی برار می خب انا حساب انا سه کنی کس ماست دیگه هم اگه داریم هستم مثلا ما کاری نداریم انا چیزه امشب میمون مانیم. چرا خور بازاب کردیم نه زنده باشیم بعد زبینیه دیگه به خاطر که همیش عنعنت قدیمه دیگه زمین عروس خور میمون کردیم. انا گفتم همین فکرار کردین که ایسا چی کار کنیم؟ چی فرق میکنه جا شما جامار داره زنده خور باش. بگرفتیم بازاب کردین چی جبر. نه گپی نه شما به دومات خواهم زنگ زنیم بفهمیدیم خب زنگ زنیم بگیم انا که اونام بیایم اگه هر کس دگرم میگیم انا بگیم انا باز پیار میگفتم اون چی مادر میگفتم انا به کاکا جان بگو که یا به امی خو بگو که انا سعی کنیم ام یک خبر با ما بدن که مثلا چند فامیله بگفتیم. درسته زن کاکا جان انا مادر میگفتم شما اگه یک خبر بدیم انا که چیزه خور بازاب نمیکردیم شما. نه گپی نیه لگه رسم رواج دنیا میگه بفته دیا و گور شدی نه گپا چی از ما شما خونیم ما شما اینو داره. زنده باشین دومات خورن گفتم بگیم شما اگه خورا خور میگین دیگه قوم خیشی میگین یه گپی جان نیه من روز اول که خودی اجاقا شما که خیشی کردیم ما گفتیم که وقتی هم که میمونی بگیریم فامیل به فامیل خب فامیل از شما باشه فامیل هم از ما باشه. یعنی دختر خور نمیگین فقط هم یک دومات خورمه میگم دیگه بسم الله الله اکبر دیگه هیچ کس نمیگم. خوبه نه کاکور میگم نه مامار میگم نه یک دیگه هیچ کس نمیگم. شما که میگو وقتی اگه میمون کدوم شما همین همچنین سیه من نمیبریم بابا. ها شما که هستین ما که هستین دیگه شما هستین دیگه چیزه ما برون بگون که فقط همین فامیل خود اینا همین فکر خود یک دومات اینا آفرین خوبه خداحافظ خوش نرو زنده باشین سلامت باشین خوش آمده خداحافظ خوش آمده خوش آمدید سلام زنده باشین زن کاکا خداحافظ.
بله سلام زن کجا خوبیم سلامتم جل خوشحالی زنده باشه سلامت باشه امشب بجا کی خو امشب میمون باجی مینیم شما من خانم خبر دارم بیارم خب چشم مشکلی نیمار میدارم خانم میارم به خونه شما اما در خود شما بره باز ما شما خود ممر میخزم میایم سیه برو که بو شد موفق که باشد و منطقه از بالا از این پولا به خیالم که بردشتم منطقه خسر رو پول کار که بردشتم اما با تو قول میدم که 5-6 ماه بعد کمک دستم باشه میارم میته یک جای میگذارم که خود تو ببینی پس پیدا کنی پول خبر داری موفق که باشد